سلام بچه‌ها، به چنل خودتون یعنی چنل برند پلی خوش اومدید. بچه‌ها این ویدیو رو منحصر به فرد گذاشتم برای 3 تا از کتابایی که حتما باید همه بخونن و امیدوارم که ازش استقبال بشه. بچه‌ها ما یه دونه ویدیو 8 ثانیه‌ای بود فکر کنم گذاشتم درباره کتاب بود. آقا این 1200 تا ویو گرفت. اصلا خودم پشمام ریخته بود، گفتم چجوری اینقدر مثلا ممکنه که این ویو اینقدر گرفته باشه. بعد از چند نفر پرسیدم، گفتش که به خاطر زمانشه. یعنی بعضی از مخاطبا اصلا حالا مثلا حوصله نمیکنن که برن مثلا یه ویدیو 3 دقیقه‌ای رو ببینن، مثلا از کسی که تازه شروع کرده، اون مثلا مثل من. خب بعد بهشون گفتم که آخه چرا 3 دقیقه وقت نمیذارن؟ بچه‌ها من همش میگم مثلا، حالا یه تیکه کلام هم شده دیگه. بعد گفتش که حوصله ندارن. من نمیدونم آخه، حالا یه نفر منو سابسکرایب کرده این گوشا، من به خاطر همون یه نفرم شده ادامه میدم به تولید محتوا. حالا امیدوارم که دل بعد از این ویدیو دیگه منو حالا آن سابسکرایب نکنه. ولی بچه‌ها واقعا ازتون یه ذره توقع بیشتری دارم توی حمایت کردن. کسی که میبینی مثلا 10 تا ویو میخوره، ازتون خواهش میکنم 5 نفرتون منو حمایت کنین. بابا یه ذره اعتماد به نفس بدین دیگه به هم دیگه. حالا بگذریم از این موقعیت. ولی بچه‌ها حتما کانال من اگه میتونید سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش بزنید، چون که من گفتم اولین ویدیو کانالم ما 3 تا موضوع اصلی بیشتر نداریم: زبان انگلیسی، کتاب و گیم، که من درباره هر 3 تاشون فعلا تولید محتوا کردم، ولی خب اون چند نتیجه آنچنانی هم نگرفتم. البته استمراری چیزیه که حالا باید توش داشته باشیم و نباید ناامید بشن زود. ولی حالا اینو از این ماجرا بگذریم. بچه‌ها میخوام امروز بریم سراغ 3 تا کتابایی که حتما باید بخونید. من توی رتبه بندی این 3 تا کتاب واقعا به مشکل برخوردم، چون که واقعا هر کدومشون یه کتاب منحصر به فرد و باعث میشن که تو توی زندگی پیشرفت کنی و یه دید تو نسبت به زندگی عوض میکنن. پس من این چیزی که دارم بهتون میگم و میسپارم به خودتون رتبه بندیشو، چون مطمئنم خیلی از من خفن‌تر توی کتاب خوندن هستش. ولی بچه‌ها ما از رتبه سوم شروع میکنیم. 48 قانون قدرت، کتابی که شاید بیشتر شما خونده باشین و یا حداقل درباره‌اش شنیده باشید. بچه‌ها این کتاب درباره قدرت زندگی و 48 قانون بهت میده که بیشتر مردم معتقدن که این کتاب برای سیاستمدارا هستش. این کتاب بهت یاد میده که چجوری قدرت رو به دست بیاری و چجوری ازش دفاع کنی و پیام کلیش هم اینه که قدرت مثل یه شمشیر میمونه، اگه بلد نباشی که ازش استفاده کنی مطمئن باش زخمیت میکنه. زیاد وقتتون نمیگیرم، بریم سراغ کتاب دومی که باید حتما بخونید و اون کتاب کتابی نیست بجز کتاب باشگاه 5 صبحیا. بچه‌ها باشگاه 5 صبحیا بهتون اینو نشون میده که آقا شما باید سرخیز باشید و میگه که از ساعت 5 صبح تا ساعت 6 صبح طلایی ترین ساعت برای رشد ذهن آدم و همون تفکریه که داره. بعد حالا یه ویدیو فانی هم توی اینستاگرام و همین یوتیوب منتشر شده بود که یارون برمیگشت میگفتش که خب الان ساعت 6 صبحه، من چیکار کنم؟ خب نه، این که تو مثلا 6 صبح بلند شی هیچ کاری نداشته باشی که نمیشه. تو باید بری باشگاه ثبت نام کنی یا دیسیپلین داشته باشی. مثلا بگی که آقا من ساعت 5 صبح تا ساعت 7 صبح میرم باشگاه، از ساعت 7 صبح میرم خونه، تا ساعت 8 صبح دوش میگیرم، صبحونه میخورم و از ساعت 8 مثلا ساعت 10 کارت شروع میشه. 8 تا ساعت 9 مدیتیشن میکنم، یه کتابی میخونم، ذهنم رو آزاد میکنم و ساعت 9 هم میرم سمت کارم. این بهش میگن دیسیپلین. ساعت 9 شبم بگیری بخوابی، ساعت 10 شبم بگیری بخوابی. حالا بعضی از افراد نمیتونن، این شرایطی ندارن، ساعت 11 بگی بخواب. چون بچه‌ها این یه چیزیه که واقعا من نتیجهشو دیدم. تو وقتی مثلا صبح بلند میشی اصلا انگار زندگی فرق میکنه. اون نسیم صبحگاهی که اصلا میزنه، همه چیز، یعنی اعتماد به نفست، بعد اون دیسیپلینی که داری راحت تر میتونی اجراش کنی. و این کلا این کتاب مفهومش اینه که با یه دونه داستان انگیزشی شروع میکنه و تو رو متقاعد میکنه که آقا ساعت صبح 5 صبح بیدار شو. و این به نظر من خیلی کتاب خفنی بود، حداقل برای من و خیلی از کسای دیگه که من درباره‌شون پرسیدم درباره کتاب.
بچه‌ها همونطوری که گفتم رتبه بندیشو میسپارم به دست شما، چون واقعا این سه تا کتابی هن که نمیشه توی یه چیزایی بهشون نمیشه قضاوتشون کرد، نمیشه رتبه بندیشون کرد و به نظر من هر کی میتونه نظر خودش رو داشته باشه. میریم سراغ کتاب اول، اثر مرکب. بچه‌ها اثر مرکب کل مفهومش اگه بخوام بگم و یه داستانایشو اسپویل نکنم اینه که آقا استمرار استمرار استمرار. یه ویدیویی داشته سروش سعد که میگفتش رمز در ادامه دادن است. دقیقا همینیه که ما توی هر چیزی میتونیم داشته باشیم و توش موفق بشیم. بچه‌ها اگه شما استمرار داشته باشید به من بگید توی چه چیزی ممکنه که موفق نباشید؟ توی هر چیزی اگه شما استمرار داشته باشید و یه چیزی رو هر روز شما ادامه بدید مطمئن باشید نتیجه میگیرید. مثلا من مطمئنم که اگر هر روز یوتیوب روش ویدیو بذارم یا مثلا چیز کنم بالاخره یه دونه ویدیو جرقه میخوره، مثلا اون 8 ثانیه‌ایه و مطمئن باش که همه اون چیزها رو جبران میکنه. مثالهای مختلفی میزنه، من دو تا از مثالهای طلاییشو میگم و زیاد وقتتون نمیگیرم. اول مثالش اینه آقا آب وقتی که میاد روی سنگ فرو میریزه ممکنه که توی روز اول هیچ نتیجه‌ای نده، ممکنه تو 2 روز اول هیچ نتیجه‌ای نده، تا یه هفته ممکنه اصلا هیچ نتیجه‌ای نده، ولی بچه‌ها ما بعد از یه هفته یه ترک ریزی روی سنگ پیدا میکنیم و متوجه میشیم. بعد مثلا بعد از یه ماه، بعد از 2 ماه میفهمیم که این ترکه داره بزرگتر و بزرگتر میشه و آب اون سنگو شکافته. خب شاید بعضی مثلا بپرسن باشون که آب مگه تیزه؟ نه، آب به خاطر اون استمراریه که داره سنگو میتونه بشکافه. یعنی خیلی به نظر خودم مثال خیلی خفنی بود. بچه‌ها تیز حالا یه ذره عجیب غریب بود اینجا جمله‌ای که گفتم، ولی حالا بگذریم. بعد یه آزمایشی هم اومده توی کتاب نقد کرده، گفته که آقا از خیلی‌ها پرسیدن که الان اگه بهتون $200,000 بدیم بهتره یا روزی بهتون $50 بدیم بهتره. خیلی‌ها اومده بودن روزی همون $200,000 تا رو می‌خواستن یوهی بگیرن، ولی خیلی تعداد خیلی اندکی اومدن گفتن که آقا من روزی $50 بگیرم یعنی به نظرم بهتره. و تحقیقات نشون داده که اون کسایی که روزی $50 گرفتن خیلی زود رسیدن به اون $200,000 و حتی بیشتر. به خاطر همینه نتیجه های بزرگ توی زمانهای کوتاه به دست نمیان. بچه‌ها باید صبر کنید و استمرار داشته باشید و امیدتون نسبت به اون موضوع حفظ کنید و دیدگاه خوبی هم داشته باشید. امیدوارم که این سه کتاب حتما بخونید بچه‌ها و به دردتون بخوره و سعی کنید که مفهوم کلی رو از این کتاب تو آخر کتاب به خودتون بگید. مثلا بچه‌ها من همیشه اینجوری میکنم، میام یه کتابی رو میخونم، بعضی مثلا میشن یه صفحه میخونم بعد اون یه صفحه رو باهاشون توضیح میدم. به نظر من این کار اشتباهیه. شما بیاین یه کتاب رو شروع کنید و تمومش کنید. وقتی تمومش کردید یه دونه کاغذ بیارید، یه دونه کاغذ، حالا نه 2-3 تا کاغذ به تعداد کافی هر چی تو ذهنتون هست بیارید و یه دونه خودکار بچا بنویسید درباره اون کتاب. بگید مثلا من از این کتاب یه چیزی رو یاد گرفتم، این چیزو یاد گرفتم، این سرمایه‌گذاری رو تو این عرصه یاد گرفتم و این بهترین روش برای کتاب خوندنه. نه اینکه مثلا بشینی هر یه صفحه بخوای این کارو بکنی، بالاخره یادت میره. آخر سر 2-3 تا صفحه هم داری بذار تو آرشیوت یا مثلا تو نوت حتی گوشیت هم میتونی ذخیره کنی. پس اینجوری هم کتابا رو بخونید. حالا درباره این که چجوری کتابا رو دقیق بخونید یه ویدیو جدا میذارم. امیدوارم که موفق باشین و این ویدیو به دردتون بخوره. بچه‌ها لطفاً ازتون خواهش میکنم ازم حمایت کنید، چون که یه ذره امیدم هم کم شده ولی اون استمرار حتما حفظ میکنم به خاطر حتی همون یه نفر. موفق باشید.